امروز در شیراز کارگاه آموزشی دادرسی بود. دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان مهاجر. بیشترین افرادی که در واقع مراجعه میکنن به دادگاه اطفال به دلیل ضرب و جرح، فروش مواد، مصرف مشروبات الکلی و دیگر جرایم هست. مخاطبان این کارگاه آموزشی وکلا، قضات و مددکاران استان هستند. در دادگاه‌ها شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان مهاجر بزهکار تشکیل شده. قانونگذار ما با بهره‌گیری از کارشناسان مختلفی مثل جرمشناس، مددکار، روانشناس برای اولین بار فی الواقع این کارشناسان در زمینه حقوق کودک آشنا هستند با ویژگی‌های شخصیتی کودک، اینها رو به کمک قاضی آورده. شعب ویژه کودکان و نوجوانان زیر 18 ساله. با آنها قبل از ورود به جلسه دادگاه مشاوره داده میشه. توی دادگاه باشون حضور داریم به خاطر کاهش اضطرابی که میتونیم بهشون کمک کنیم تا بتونیم در واقع توی اون مجازاتی که قاضی براشون در نظر میگیره تخفیف ایجاد کنیم. در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون توجه بیشتر به کودکان کار، حاشیه‌نشین‌ها و رعایت حقوق کودکان در دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان مطرح شد. برخی از خلاهای قانونی در خصوص حقوق کودکان داریم. این همایش که برگزار کردیم که این خلاها برطرف کنیم، ببینیم میشه چه کاری انجام داد که حقوق اونا بیشتر رعایت بشه. مدیر کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه میگه 70% از مهاجران در 5 استان زندگی میکنند که همواره با آسیب همراه بودند. برگزاری این دورهای آموزشی برای قضات و وکلا و مددکاران اجتماعی که مجموعاً اینجا حضور دارند در راستای ایجاد یک نگرش نو و تحول در خصوص دادرسی اطفال و ایجاد یک نگرش جدید نسبت به اطفال هست که کودکان با بزرگسالان همسان انگاشته نشن. ایران بیش از 3 میلیون مهاجر و اتباع بیگانه رو در خود جای داده و تنها 1/3 آنها حضور قانونی دارند.